امروز 15 فروردین، روز ختم پدر گرامی برادران طباطبایی. حرکت خیلی قشنگی که زدن، گفته بودن که کسی تاج گل اینا نیاره، اگه کسی هم میخواد بیاره پولش بده واسه جایزه جمع کنیم برای بالاخره مستمندا. اینا وانتایی هستش که جایزه و وسایلی که بالاخره ابزار خونه که حالا جایزه یا جایزه جهت تهیه جایزه 10 زوج جوان، یعنی برای 10 زوج هر وانت تقریبا وسایل اولیه رو جمع کردن. من بگم که چقدر حرکت قشنگیه این کار که بابت هزینه هایی که قراره حیف و میل بشه این حرکت خیلی قشنگ رو زدن که جایزه جمع کنن برای مردم. خدا رحمتشون کنه. چقدر جمعیت هم اومدن برای ختم این بزرگواره. خدا رحمتشون کنه و واقعا دم برادران طباطبایی گرم که این حرکت رو انجام دادن. هم جایزه جمع شده، همین که تعداد زیادی ویلچر جمع کردن، یعنی گفتن کسایی که تاج گل بیارن تاج گل نیارن، ویلچر بیارن و برای معلولا استفاده بشه. ویلچرهای زیادی هستش که مردم آوردن و برای خیلی حرکتشون قشنگه. خیلی خدا خیرشون بده.